کریم خان زند یکی از مهمترین فرماندهان نادرشاه افشار بود که در پیکارهای نادرشاه افشار هم همراه اون جنگید. میدونید که پس از مرگ نادر و سقوط سلسله افشاریان نزاع‌هایی بین فرماندهان و سرداران این سلسله صورت گرفت برای اینکه بتونن کشور رو به تسلط خودشون درآورن. در این بین نزاع‌هایی هم بین کریم خان و سرسلسله خاندان قاجاری شکل گرفت که پیروزی کریم خان و شکل‌دهی به امپراتوری زند منتج شد. کریم خان در سال 1086 زاده شد. او سردار و به قولی بزرگ ایل زند از طوایف لک منطقه زاگرس در منطقه ملایر در همدان بود. اهمیت کریم خان در جایی بود که ایران در حال سوق یافتن به سمت تجزیه بود. ایرانی که در زمان نادر به قدرت رسیده بود، اما کریم خان تونست اون اتحاد مجدد رو برگردونه. ویژگی شخصیتی خاصی برای اون متصور شدن، مثل هوشمندی او و انسان دوستی و نودوستی اون و همچنین تدبیر و درایتی که در امور کشورداری داشت. کریم خان به دلیل اینکه شیوه دادگری و عدالت خاصی رو در بین مردم اشاعه داده بود و به نوعی یک نوع دوستی و انسان دوستی و مردم دوستی رو ترویج کرده بود، تحت عنوان وکیل الرعایا قرار گرفت، لقبی که توسط مردم به اون داده شد. خدمات بسیاری هم انجام داد و در نهایت در سال 1157 درگذشت و در امالت کلاهبرنگی شیراز به خاک سپرده شد. اما این نکته رو باید توجه کرد که پس از اینکه قاجارها تونستن تسلط کشور رو به دست بگیرن و خاندان زند رو شکست بدن، توسط آقا محمد خان دستور داده شد که باقی مانده جسد اون رو از عمارت کلاهبرنگی خارج کنن و در زیر پله کاخ گلستان دفن کنن که آقا محمد خان و شاهان قاجار بعد از اون بتونن به صورت روزانه به جسد اون و قبر اون توهین کنند، که البته این مداومت پیدا نکرد و پس از سقوط سلسله قاجاریه توسط رضا شاه جسد دوباره با البته باقی مانده هاش دوباره خارج شد و دوباره به شیراز برگردونده شد. در خصوص کریم خان نکات مثبت و منفی بسیاری وجود داره، ولی با توجه به عملکرد مثبتی که داشته، کفه ترازو در طول تاریخ و در چیزی که تاریخ نگاران نوشته شدن به نفع او گرایش پیدا میکنه.